من خودم معرفی می‌کنم. بله، با سلام به شما خانم ندا روحانی. دوست دارم اول خودتون رو معرفی کنید. من ندا هستم، از فعالین جنبش زنان سازمان زنان 8 مارس هستم که اینجا جمع شدیم و برای اعتراض به دستگیری دانشجویانی که اخیراً در ارتباط با روز دانشجو دستگیر شدن اعتراض کنیم. ما همینجور که میدونین در واقع جنبش دانشجویی خیلی خواستاش ارتقا داده، حمایت کرده اخیراً از جنبش زنان، جنبش های کارگری. این نشون میده که جنبش دانشجویی از اون لاک خودش بیرون اومده و در واقع داره به پیوند میده مبارزات خودش رو با مبارزات اقشار طبقات دیگر جامعه ایران. و همینجور که می‌بینیم که جمهوری اسلامی داره به طرز وسیع دستگیر میکنه، ترور میکنه، شکنجه میکنه و بیشتر برای اینکه جو رو با وحشت رو در میون مردمی که جونشون به لب رسیده و میخوان در واقع دیگه این لاشه رو به زباله‌دون بندازن، در واقع چند سوایی با عمر خودش حکومت ننگین خودش ادامه بده. خانم روحانی یه سوالی داشتم. شما به عنوان فعال مبارزات حقوق زنان چه پیغامی در این روزهای سختی که دانشجوها توش هستن و جمهوری اسلامی حرکات خیلی وسیع انجام داده برای دستگیری رهبرانشون، رهبران چپ و فعالشون، پیغامتون برای زنان چیه که تو این شرایط میتونن چیکار کنن، چیکارایی میتونن به عنوان پیوند دادن مستحکمتری بین مبارزاتی که تو ایران هست، تو خارج هست؟ شما به عنوان یه فعال این عرصه چی میگید؟ تنها راه حل برای مقابله کردن با سرکوبایی که رژیم میکنه مقاومت و اعتراض سازمانده یافته آگاهانه در مقابل اینه و واقعا پیروزی تنها زمانی حاصل میشه که تمام جنبش های مختلف همبستگی خودشون رو با هم حفظ کنن، در واقع در کنار هم دیگه باشن، از هم حمایت بکنن و بتونن یه صدای واحدی رو بلند کنن. این در واقع در این زمانه که ما میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی شرایط سرنگونیش میتونه فراهم بشه. خیلی ممنون. خواهش میکنم.